کتاب کافی است دوستان عزیز. افغان ها خوب گوش کنن این رو. خاصتا برادران پشتون ما خوب گوش کنن. در کتاب کافی، فروع کافی، جلد 5 صفحه 212، روایت سوم، عن ابی عبدالله امام جعفر صادق قال لا تناکحوا الزنجه، با سیاها، با آفریقایی ها ازدواج نکنید. والخزره، با مردم شمال ایران ازدواج نکنید. فإن لهم ارحاما تدل على غیر الوفاء، اینها رحمهای زنهاشون دلالت میکنه به غیر وفا. یعنی چی؟ یعنی به شوهرانشون خیانت میکنن. یعنی چی؟ یعنی زناکارن. قال همچین اضافه کرد والهندو، مردم هند، و سندو، مردم سند یعنی پاکستان امروزی، والقندو، و مردم قندهار، لیس فیهم نجیب، در بین اینها حلال زاده‌ای وجود ندارد، یعنی همه حرام زاده هستن. یعنی قندهار. قند یعنی چی؟ یعنی قندهار. ببینید دوستان عزیز یعنی الان 1 میلیارد تقریبا در هند است، حدود 300 میلیون در پاکستان است، چیزی در حدود، وقتی قندهار که گفتن یعنی همه افغانستان، چون که قندهار یک وقتی پایتخت افغانستان بود. شما تصور بکنید همه اینها حرامزاده هستند و شیعیان حلال زاده هستند. تشکر میکنم دوستان عزیز. حتی به مردم مکه و مدینه اینها رحم نکردن. این کتاب حدائق الناظره از یوسف بهرانی، یک از استوانه های اینها، در جلد 18 صفحه 149. ببینید در مورد اهل مدینه چی میگه. اهل الشام شر من اهل الروم، مردم سوریه، شام، فلسطین و سوریه و لبنان و اردن بدتر از مردم اروپا هستن، روم. و اهل المدینه شر من اهل مکه، مردم مدینه بدتر از مردم مکه هستن. و اهل مکه یکفرون بالله جهرة، و مردم مکه هم آشکارا به خداوند کفر می‌ورزند. و در روایت دیگر چی میگه؟ ان اهل مکه لیکفرون بالله جهرة، مردم مکه آشکارا کفر می‌ورزند. و ان اهل المدینه اخبث من اهل مکه، اخبث منهم 70 ضعفا، مردم مدینه خبیث‌تر از مردم مکه هستند و مردم مدینه 70 مرتبه خبیث‌تر از مردم مکه هستند. دلیلم چی است؟ عرف الله ایمانهم بولایتنا و کفرهم بها، چون که الله متعال اونها رو شناخته. چرا؟ چون که به ولایت ما کفر ورزیدن، یعنی شیعه نشدن. دوستان عزیز، یعنی مشکل ابوبکر و عمر نیست، مشکل معاویه نیست که به اونا بگن حرام زاده و حلال زاده. مشکل یک عقیده باطل است، مشکل یک دین است که بر این اساس پایه‌گذاری شده. ملت کرد، شما تصور بکنین کتاب سلو اهل البیت الی الشرایع از شیخ صدوقشون که من بهش میگم شیخ کذوب، اینم خودشون چاپ کردن. در اینجا اولین روایت باب 310، دلیلی که باید کردها رو بد دید. چرا کردها رو بد دید؟ از ابی عبدالله، از امام جعفر صادق. فقلت ان عندنا اقوام من الاکراد یجیئون بالبیع و نبایعهم، گفت که بعضی از قومایی از کردها هستن میان پیش ما، با اونا خرید و داد و ستد میکنیم، خرید و فروش میکنیم. گفت یا ربی لا تخالطهم، با اونها داد و ستد نکنید. فإن اکراد حی من الجن، کردها قبیله از جن هستند. کشف الله عنهم الغطاء فلا تخالطهم، خداوند از آنها پرده برداشته است، پس با آنها داد و ستد نکنید. روایت دوم حینشه. کی موند؟ رومیا بد، شامیا بد. روم که گفتن یعنی همه اروپا، شام که گفتن یعنی فلسطین و سوریه و لبنان و اردن، اهل مکه و مدینه که گفتن یعنی همه عربستان سعودی و کلا این منطقه همه محسوب میشه. و اهل سند که گفتن همه پاکستان، اهل هند همه هندوستان، قندهار هم که دیگه کل افغانستان. کیا حلال زاده هستن؟ شاید بگید که حتما در مورد فارس ها و چیزی نگفتن. نه دوستان عزیز، همه رو اینها از دم، همه رو ببینید. این کتاب هست، کتاب خصال شیخ صدوق، صفحه 352 جلد 2،
از ابی عبدالله روایت است لا يدخل الحلاوه ایمان، میگه شیرینی ایمان داخل نمیشد فی قلب سندی، قلب پاکستانی فعلا، ولا زنجی مردم آفریقا عموما سیاها، ولا خوزی مردم خوزستان اهواز، ولا کردی نه کرد، ولا بربری نه مردم بربر، مردم اندلس و مغرب و تونس و جزایر و اینها، ولا نبک ری نه مردم تهران، ری اسم سابق تهران است، مردم تهران هم زدن، ولا من حملت امه من الزنا و نه کسی که او را مادرش از زنا به دنیا آورده باشه. هیچ کس نمون در این دنیا. 4 تا آخوند کثیف خوبن، بقیه مردم همه چیان؟ زنا زادن و همه بدن. همین روایت خصال رو باید نگید که ما اشتباه ترجمه کردیم، ترجمه فارسیش رو خودشون در ایران کردن. روایت امام صادق فرمود حلاوت شیرین ایمان در دل سندی، زنگی، خوزستانی، کرد، بربر و مردم سرزمین پرنشیب و فراز ری. ری اسم سابق تهران است و در دل کسی که مادرش او را از زنا حامله شده باشد راه نمی‌یابد. بعد چی گفته؟ این حدیث قابل بررسی است. این حدیث رو بررسی کردید، بقیه حدیثتون رو چی میکنید؟ یعنی این جزء اعتقاد این مردم است. تشکر میکنم دوستان عزیز. اگر بخوام در مورد مردم مصر، شاید که بگه والا مردم مصر حتما مونده اونا چیزی نگفتن. نه، بهار الانبار اینم صفحه بعدش روایت کردن، روایت 15 از پیامبر روایت کردن ولا تطلبوا المکث فیها، در مصر میگه چیز نکنید، مکث نکنید، یعنی در اونجا نیستید. ولا احسبه الا قال وهو یورث الدیاثه، میگه که چون که کسی که در مصر زندگی بکنه دیوس میشه. بعد در روایت دیگه ولا تاكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم بتینا فإنها تورث الذلة و تذهب الغیره. با در لیوان‌های مصری، در فخاری مصری چیزی ننوشید و با گلش سرتون رو نشورید، چون که این سبب ذلت و بیغیرتی و دیاست میشه. بعد در روایت دیگر از ابو عبدالله امام جعفر صادق میگه که بک علیه جمیع ما خلق الله الا 3 اشیاء، میگه وقتی که حسین به شهادت رسید همه بر او گریه کردن الا 3 شهر به اصطلاح، البصره و دمشق و آل عثمان، مردم بصره، مردم دمشق و آل عثمان. به خاطر همین اینا چی شدن؟ دیوس شدن، بی غیرت شدن، زنازاده شدن. این یعنی دینی است که این کثافت ها برای مردم چیکار کردن؟ آوردن. کل مشکل اینها با همه بشریت است، مشکل با 1 2 تا 3 تا نیست. خلاصه اگر بخوام در مورد این گونه روایات صحبت بکنم همه برنامه رو بهش اختصاص بدیم هم هنوز جا برای صحبت کردن هست. پس دوست عزیز، مشکل شیعیان با این نیست که صحابه حرام زاده هستن، حلال زاده هستن. مشکل شیعه با همه بشریت است و اینها همه بشریت رو غیر از شیعیان همه بشریت رو حرامزاده میدانن. این عقیدهشان هست، یعنی این رو به صراحت در کتابهاشون ذکر کردن و به این اعتقاد دارن. شاید عموم شیعیان بگن نه ما به همچین چیزی اعتقاد نداریم. ما میگیم که پس برید برگردید کتاباتون رو ببینید و این کتابا رو بندازید به سطل آشغال. اگر راست میگید علنا بگید که ما این کتابا رو قبول نداریم. بعد بعضی خیلی راحت میگن ما قبول نداریم. اوکی، مادامی که تو این کتاب رو قبول نداری، در همین کتابی که همین مسائل آمده، امامت هم اینجا آمده، اسمت هم اینجا آمده، صیغه هم اینجا آمده، خمس هم اینجا آمده، همه این اعتقاداتی که تو به عنوان یک شیعه داری در اینجا آمده. اگر اینش رو قبول نداری اونش چطور قبول داری؟ چطور یک انسانی که امکان داره دروغ بگه به همه بشریت، امکان داره در قضیه امامت راست بگه؟ این مشکل این جماعت است. الله سبحانه و تعالی شر اینها رو از سر امت اسلامی دور بکنه.